به نام خدایی که جان آفرید، سخن گفتن اندر زبان آفرید. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. پدران و مادران علی قدر و برادران و خواهران اهل اسلام من، بنده امروز خواستم برای شمایان یک موعظه درباره دل به دست آور که حج اکبر است نقل نمایم. و البته اگر در وقت گفتن این موعظه اگر به خطاگی راه دهم، الله تبارک و تعالی مرا مغفرت کند و از همه شمایان معذرت میخواهم. عزیزان دل، در این عمر 2 روزه بسیار شدن بعض اون شخصانی که این یان برادر خود را در بین جامعه بسیار ایزا داده دل آنان را میرنجانند. حالان که شاعر میگه شیشه بشکسته را پیوند کردن میتوان، دل که رنجید از کسی خرسند کردن مشکل است. یعنی تو میتوانی اون شیشه که پاره پاره کردی باز واسه هر راه میتونی اون را برقرار کنی، لیکن میبینی که در اونجا بسیار جاهای ضرب خورده میمانند. و البته دلی که یک دل انسانی که تو میرنجانی دیگر اون را مثل اول شاد گردانیده نمیتوانی. زیرا حضرت رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند: ان الله لا ينظر الى صوركم و اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم و اعمالكم. یعنی بعد روزی که خداوند نظر نمی کند به صورت شما و مالهای شمایان، ولیکن نظر می کند به دلهای شمایان و عملهای شمایان. باز پیامبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم فرمودند: انما الاعمال بالنیات. یعنی هر آیین آغاز همه عملها به نیتها وابسته است. البته تلاوت و ذکر و تسبیح، سخن گفتن عمل زبان است، لیکن نیت کردن عمل دل است. نیت بنده مؤمن با دل می شود. وقتی که بنده به جای آوردن یک عمل را در دل خود نیت کند، خداوند موافق نیت و عمل همون نیتش را به او میسر میگرداند. در حدیث شریف آمده است: به درستی که در جسد انسان گوشتپاره موجود است، اگر اصلاح شود همون گوشتپاره اصلاح شود. تمام جسد انسان هر وقت که فساد شود همون گوشتپاره فساد شود تمام جسد انسان. بدانید و آگاه باشید که همان دل است، همان دل است و همان دل است. یعنی در این حدیث گفته میشد که وقتی اگر دل انسان سیاه باشد، دانید که تمام بدن اون سیاه بوده، به هیچ کس نیتی خیری ندارد. و اگر دل پاک داشته باشد، انشاءالله که برای همه اون یک انسانی با عزت و با احترام خواهد گشت. آوردند که عبدالله ابن مبارک اراده سفر حج نمودند و در این حالت داخل شهر کوفه گردیدند. از زنی را دیدند که از یک حیوان خودمرده گوشت پاره را بریده گرفت. به خود اندیشیده گفتند که آن حیوان خودمرده است. پس نزد آن زن رفتند و پرسیدند: ای مادر، این حیوان خودمرده است یا با راه حلال کشته شده؟ زن گفت: خودمرده است و میخوام این را به فرزندانم بخورانم. حضرت گفتند: خداوند به مسلمانان خوردن گوشت حیوان خودمرده را حرام گردانیده است و تو باشی در این شهر گوشت خودمرده را میخوری؟ زن گفت: به من کاردار نباشید، من در خانه فرزندان گرسنه دارم. 30 روز است که چیزی نمییابم تا با آنها خورانم. بعد از آن زن به سوی حولیش روان شد. عبدالله ابن مبارک آنچه از زاد و راحله و خوراک و پوشاک داشتند گرفته به سوی حولی آن زن روان شدند و نزد درش رفته آواز دادند. زن دری حولیش را گشاد و ایشان زاد و راحله و خوراک و پوشاک را به زن داده گفتند: اینها را بگیر و صرف روزگار و فرزندان خود بکن. بعد با همین سبب عبدالله ابن مبارک به حج رفتن قادر نشدند تا بازگشت حاجیان آنجا بماندند. وقتی که حاجیان از حج برگشتند، عبدالله ابن مبارک نیز همراه آنها به شهر خود برگشتند و آدمان آمده ایشان را زیارت نموده مبارک باد میکردند. عبدالله ابن مبارک با آنها میگفتند: من این سال حج نکردم. بعد یکی از شخصانی به حج رفته گفت: سبحان الله، وقتی در راه بودم آیا نفقم را به تو داده در عرفات بازگشت نگرفته بودم؟ و یکی از حاجیان گفت: آیا تو در فلان مکان به من آب ندادی؟ دیگری گفت: آیا تو به من لباس نداده بودی؟ هر یک از همسفران به ایشان از امر به جای آوردن ارکان مناسک های حج سخنی میگفتند. عبدالله ابن مبارک گفتند: شما چی ها میگویید که من نفهمیده ایستادم و حالان که من در این سال حج نکردم؟ وقتی شب شد، عبدالله ابن مبارک خواب رفتند و دیدند که شخصی به ایشان
ندایی کرده گفت: ای عبدالله، به درستی که خداوند صدقه به آن زن و فرزندان گروسنج نبودتان را قبول گردانیده و فرشته را به صورت شما گردانید و آن فرشته از نام شما ادای حج کرد. شاعر میگه: دل به دست آور که حج اکبر است، از هزاران کعبه یک دل بهتر است. کعبه بنیاد خلیل آذر است، دل نظرگاهی جلیل اکبر است. چه خیلی که در بارا گفتیم برادران و خواهران اهل اسلام من، خواه در غریبی باشن خواه در وطن، به حرمت خداوند به برادران و خواهران خود دست یاری خود را دراز کرده. اگر مصلحت لازم باشد مصلحت دین، لیکن دل کسی را رنج متین، زیرا نمیدانند که کدام روز آخرین یا اون انسان یا روز آخرین شماست. پس به حرمت خداوند به قدر همدیگر رسیده و در حق یکدیگر دعای خیر کرده برای یکدیگر دست یاری خود را دریغ ندارین. و به اون برادران و خواهرانی که به واسطه سمس‌های سامانه‌های واتساپ و وایبر و دیگر به ما رحمت نامه ها می نویسند، الله تبارک و تعالی همه شما را در حفظ امانت خود نگه دارد. بنده الحمدلله بسیار شادم که اون برادران به من خبر میدن که این یا اون دوستیان ها با واسطه این یا اون ثبت های ما برای خیر گذشت. خداوند این اعمال هر یک ما و شما را مقبول درگاهش بگردانه و از کبر و ریا کردن و از خودپرستی شدن و از ایذا دادن مردم در حفظ امانت خود نگه دارد. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک برحمتك یا ارحم الراحمین. و نآخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. با احترام دوست و برادر شما امید رحمت. الله تبارک و تعالی یار و مددگار هر یک شمایان بود.